بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خدا و فرشته‌هاش به وجود نازنینی که رحمتاً للعالمین است، به وجود نازنین و مهربانی که در سلام کردن گوی سبقت رو از همگان میرو بود، حتی از کودکان، و همگان آرزوشون بود که یک بار زودتر به او سلام کنن و با هر کسی طوری برخورد میکرد که او فکر میکرد دیگه الان محبوب ترین انسان ها نزد رسول خداست. سلام به وجود نازنینی که رسول گل هاست، رحمت به جان هاست، محمد مصطفی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام مردم مسلمانان معزز، هم نفسهای یاد خدا علیه که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون یاد خدا. امیدوارم حالا که حسن سلیقه شما انتخاب برنامه یاد خدا از شبکه قرآن و معارف سیماست اینجا به شما خوش بگذره. خیلی امید دارم این اتفاق بیفته، چون بعد از مدت‌ها یک استاد گرانقدر، نازنین و مهربان قدم به چشم من گذاشتن و یک بحث خیلی شیرین، دلچسب و جذاب رو می‌خوایم در محضرشون تقدیم شما بکنیم که اجازه بدید بریم و برگردیم توضیح کاملتر رو اون موقع تقدیم بکنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حجت الاسلام و المسلمین ملکی عزیزی هستند که عرض کردم خدمتون بعد از مدت‌ها توفیق رفیق شد مجدد زیارتشون بکنم در جوار امامزاده موسی مبرقع در شهر مقدس قم. من ایشونو هیچ وقت ندیده بودم تا حالا، همیشه تهران تشریف می‌آوردن و دم چشم ما می‌زدن، حالا ما اومدیم خدمتشون در قم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. خیلی خوشحالم از زیارتتون. خوش آمدید به برنامه خودت. محبت داغ شدم از تاجی زیارت کردم در یک جای بسیار نور. آره الحمدلله. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب دارم محضر علی و همه بینندگان عزیز و ارجمند. مخلصیم. سلام. دلم تنگ شده برای این دعای، یه دعای خیلی خوشگل و مختصر و جمع جور، خیلی پرمحتوا. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. بگین معنیشو. خدایا این کاری که الان میخوایم انجام بدیم در اصل بحث قرآنی اعتقادی، ما رو این امر رو بر ما سهل کن، سهل و آسان، سخت نباشه بر ما و کمکمون کن که اون چه که حق است، اون چه که درسته، اون رو بیان. الهی آمین. حق محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. خب خیلی ممنونم. عرضم به حضور شما که دو نکته رو عرض کردم که یکیشو متوجه شدین، استاد ملکی قدم به چشمون گذاشتن. دوش که عرض کردم یه بحث خیلی شیرین و جذاب و دلنشین رو خواهیم داشت. ان شاءالله از این به بعد سه شنبه های یاد خدا همراه خواهد بود با بحث سیره نبوی. من نحوه سلام کردن اول برنامه این نوبت یاد خدا رو هم اگر یادتون باشه خودش یه جورایی گروی من دادم به شما که داستان چیه. میخوایم از اخلاق و رفتار نبی مکرم اسلام بشنویم، از زبان آقای ملکی عزیز رو استفاده بکنیم و ببینیم زندگی های امروزمون، زندگی فردیمون، اجتماعیمون چقدر شبیه، چه نسبتی داره با اون چی که در زندگی رسول خدا بود و قرآن کریم ایشان رو برای ما الگو معرفی میکنن. حالا توضیح کاملتر راجع به این جمله آخر رو حتما میفرمایید استفاده میکنیم. بسم الله. بله، همونجور که اشاره فرمودید واقعا یکی از مباحثی که شاید نیاز باشه به شکل‌های مختلف، حالا مثلا فرض کن سریالی در این زمینه باشه، نقاشی‌هایی در این زمینه، گفتگوهایی در این زمینه اتفاق بیفته، چون به اعتقاد حقیر همونطوری که قرآن محجور واقع شده و پیامبر عظیم شان در سوره مبارکه فرقان آیه 30 شکایت میکنه از امتش پیش خدای سبحان که ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ای خدای من، امت من قرآن رو پشت سر انداختن، در جلو خودشون قرار ندادن به عنوان یک نسخه زندگی، بلکه اون رو بستن، کنار گذاشتن. که حالا من اونجا یه بحث مفصلی دارم که
در بعضی از خونه ها خود قرآن محجور نیست که خیلی کمه. بله. همه مسلمان ها قرآن تو خونهشون خود مجلد قرآن هست. بله. بعضی از خونه ها این قرآن هست اما هیچ تلاوت نمیشه، قرائت نمیشه که حالا قرائتش محجوره. بعضی ها قرائت میکنن، هر روز قرائت میکنن. در روایت از امام صادق علیه السلام داریم که فرمود مؤمنین و مسلمان ها روزی 50 آیه از عهدنامه خودشون رو با خدای خودشون حداقل روزی 50 آیه تلاوت میکنن. حالا بعضی اینا انجام میدن، این روزی 50 آیه 100 آیه کمتر بیشتر میخونن. خب از حیث تلاوت قرآن رو از محجوریت در میارن. اما تلاوت مقدمه است برای فهم. خیلی اون فهم قرآن رو درش، با این که الان هم تفاسیر فارسی و همه اینها تو گوشی هم وجود داره، خیلی راحت میشه خیلی راحت شما میتونید برای حال آیه رو انتخاب بکنید، بزنید قسمت تفسیر بیاد، تفاسیر فارسی هم بیاد که 10 دقیقه روزی آدم وقت بگذاره به این آیات قرآن رو با تفسیرش. خب این الان محجوره. از این بالاتر اینه که حالا خیلی هم ممکنه که بخونن حتی بدونن که این آیه مرادش چیه، خدای سبحان از این آیه چه اراده کرده، منتها مطابق اون آیه عمل نکنن، یعنی زندگیشون رو بر اساس آیات قرآن تنظیم نکنن. به عبارت دیگه قرآن سر سفره هاشون نباشه، قرآن تو زندگیشون ظهور و بروز نداشت. یه بار همون سر چون گفتین سفره، یه بار سر سفره عقل میارن فکر میکنن دیگه بیمه شد تا آخر. یه همچین تلقی هست دیگه، نیاز نیست تو سر سفره زندگی باشه. حالا در حالی که ما الان بحث مربوط به درون دینیه، یعنی برای مسلمان ها، برای مؤمنین داریم گفتگو میکنیم که یک جهان بینی دارند و داریم و یک ایدئولوژی دارند و داریم. بله. اگرچه خب تو این شاید 20-30 سال اخیر تفکر غربی خیلی تلاش کرد و تلاش میکنه که ایدئولوژی زدایی کنه، یعنی کاری بکنه که آدم خیلی دنبال جهان بینی و ایدئولوژی و اعتقادات و این حرفا نباشه. یعنی برای اون تفکر اومانیسم بیشتر اون چی که من میخواهم حق است، نه اون چی که حق است حق است. اون چی که حق است. برای رسیدن به اون چیزی که به لحاظ فطری هم آدم‌ها دنبالشن، یه روش‌ها و راهکارهای انحرافی به خوردشون میدن. مثلا عرفان‌های کاذب و جریان‌های. حالا اون عرفان‌های کاذب هم داستان جالبی داره، به خاطر اینکه انسان‌ها به سمت معنویت حرکت می‌کنن بعد اونا خوراک‌های ناسالم مسموم میدن به اسم غذاهای سالم. این درسته. بله. من عرضم یه خود فراتر از این بود که حال خدای سبحان انسان رو فطرتاً خداپرست آفریده، خداجو آفریده. به خاطر همینم الان نزدیک 8 میلیارد انسان وجود داره، اینا به گونه خداپرستن. حالا غیر از این ادیان ابراهیمی خیلی دیگه هم هستن که اعتقاد به ماوراء دارن که این در اصل بخواید تطبیقی بحث کنید این یعنی من زبالا هستم و بالا میرم، ما زبالاییم و بالا میرم. نزدیک 70-80 سال شوروی سابق این همه بر علیه دین کار کرد. بله. رفته بودم آذربایجان، تازه این جمهوری شوروی متلاشی شده بوده، به استقلال رسیده بودن. در آذربایجان یک مسجدی هست به نام گوی مسجد، یعنی گنبدش آبیه، ترکیه دیگه. یعنی اون مسجدی که گنبد آبی داره. من رفتم اونجا نماز بخونم، دیدم مملو و از جمعیت بعد از 70-80 سال که اینا مرگ بر دین داشتن و مرگ بر خدا داشتن. من خیلی لذت بردم از این فضایی که حالا تازه اینها هستن. 70 سال قبل همه اونایی که متدین بودن فوت کرده بودن یا پیرمرد شده بودن. اینا نسل جدیدن. چطور؟ رفتم از اون امام جماعتشون به زبان ترکی سوال کردم، گفتم که این مسجد در زمان شوروی چی بوده، اینجا چیکار میکردن؟ کلا تمام مساجد رو اینها میکردن محل فساد، محل نجاست خاری، شراب خاری، چه بود، به خاطر اینکه توهین کنن به مقدسات و کسی در ذهنش از مقدسات الهی چیزی باقی نمونه، خوردش کنن. اونا غافل بودن از اینکه فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس.
الیها، اونهاش به اون فتره برمیگرده. فتره بر وزن فعله یعنی خلقت خاص. اون خاصش اینه که خدای سبحان انسان ها رو خداخواه، خداجو، خداپرست آفرید. خب اینا بعد از 70-80 سال اون آقای بنده خدا میفرمود که ما اولین کاری که انجام دادیم آمدیم مساجد را که میشناختیم مسجده اینا رو تمیز کردیم، شستیم از نجاست ها و غیر ذالک و سریع این مسجد ها رو برپا کردیم. خب من عرضم اینه که وقتی که ما به قرآن عمل نمی کنیم، قرآن محجوره، در اصل پیامبر هم محجوره. چون اصلا پیامبر آمده است تا آیات و قرآن رو برای ما بخواند و برای ما تبیین کند. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پیامبر ما این قرآن رو فرستادیم تا تو اون رو تفسیر کنیم، هم تفسیر قولی هم تفسیر فعلی، یعنی به قرآن عمل کنیم. خب ما الان نیاز داریم به نگاه کردن به عمل پیامبر، هم به قول پیامبر هم به فعل پیامبر. چون پیامبر قرآن مجسمه، یعنی تمام آیات جهاد در پیامبر تجلی پیدا کرده، تمام آیات انفاق در پیامبر تجلی پیدا کرده، تمام آیاتی که راجع به ایمانه در پیامبر تجلی پیدا کرده، تمام اخلاقیات قرآن، سجایایی که اونجا ذکر میکنه برای مؤمنان که چه ویژگی هایی دارن، متقین چه ویژگی هایی دارن، اولل الالباب چه ویژگی هایی دارن، اولل الابصار چه ویژگی هایی دارن، همه اینا در پیامبر تجلی داره. خب وقتی که ما قرآن را محجور قرار دادیم، در از پیامبر را هم محجور قرار دادیم. لذا من همیشه اعتقادم اینه مظلومتر از پیامبر عظیم الشأن اسلام نیست، نداره. چون اون خیلی زحمت کشید تا قرآن حفظ بشه، تا حقایق برای بشر تبیین بشه. اما هم در زمان خودش اون افرادی که اون لحظات عمر شریف حضرت که وقتی که چشماشو باز کرد مریض احوال بود، به همه دستور داده بود که همه در جیش اسامه قرار بگیرن، ولی دید که نه، اینا نرفتن، به جیش اسامه ملحق نشدن. از سوال کرد، میگه بهتون نگفتم که به جیش اسامه ملحق بشید؟ اونا گفتن ما واقعش نگران حال شما بودیم. حالا خود همینجا مظلومیت خود پیامبر عظیمش، وقتی پیامبر امری میکند بعد بر طبق امرش عمل کرد، عمل نکرد. بعد حضرت فرمود خیلی خوب، پس کاغذ و قلم بیارید، من بگم چند جمله بنویسید که بعد از من دیگه گرفتار اختلاف نشید. خب اونجا این چون به صراحت در کتب اهل سنت آمده، برادران اهل سنت عرض میکنم، یعنی مطلب کاملا روشنه و جای مخفی کردن نیست، که حتی شارحان زیادی این کلام این خلیفه دوم را شرح دادن و حتی بعضی گفتن که بزرگترین خدمت را ایشون به اسلام کرد که نگذاشت پیامبر بگوید و بنویسند، که اون طرف برگشت گفت که دعوا ولکن پیامبر، ان الرجل لیهجر. مظلومیتش از اونجا و بعد از اونجا تا به امروز در جمع خود ما مسلمان ها بود که متدینین که اعتقاد داریم، به نظر من این برنامه میتونه یه چشمه ای بیاد در این خصوص که چقدر ما از پیامبر عظیم الشأن غافلیم و چه منبع نورانی اونجا وجود داره که ما میتونیم هر روز از اون منبع استفاده کنیم برای تعلیم و تربیت. عرضم حضور شما که پس قرآن محجور یعنی پیامبر محجوره، پیامبر و اهل بیت محجورن یعنی قرآن محجوره، آموزه های قرآن محجوره. منتها یه سوالی پیش میاد که فرمودین پیامبر رو تنها گذاشتن و در واقع قرآن عمل نشد، توجه نشد اینطور که باید میشد، اهل بیت بعد از اونها. سوال اینه که حالا بعد از 1400 سال که الان ما امام معصوممون هم در دسترس نیستن، یعنی ما ایشون رو نمیبینیم و ارتباط نزدیک نداریم و مدتها هم از عصر غیبت معصوم گذشته، آیا اون موقع که عصر خود پیامبر بود، پیامبر محجور میموند، آموزهای دین محجور میموندن، حالا با این اوصاف چجوری میشه که از محجوریت خارجش کرد؟ آیا واقعا میشه یا نه فقط حالا یه تلاشی ما میکنیم بر حسب وظیفه که آزمان؟
ولی میدونیم که نمیتونیم کار مثلا اینجوریه آیا یا نه. واقعا بنابر شواهد و قرائنی، بله بنابر شواهد و قرائنی ما میتوانیم مثلا اون سمت برویم و زمینه رو فراهم بکنیم که قرآن و پیامبر و اینا از محجوریت خواهش کنم به این سوال جواب بدین اگه صلاح دونستین. بعد از فاصله که میگیریم برگردیم تو این فاصله مردم یه ذره فکر کنن به این ماجرا. اشکال نداره الان جواب بدم نه الان میریم برمیگردیم بعد اگه صلاح میدونید، اگه نه که اصلا ما تا آخر برنامه فرض می‌کنیم شما دستور با شما. زنده باشید، خدمت از ماست. بفرمایید. خواهش می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یادتون هست سوالی پرسیدم از استاد دیگه، این که اون موقع زمان خود پیامبر، عصر پیامبر، وقتی ایشان مهجور بودن، قرآن مهجور بود که دیگه مردم میدیدن خودشون معجزات رو، اون همه لطافت و اون همه کرامت و باز اینطور بود اوضاع. الان که 1400 سال میگذره و ما دستمون به اهل بیت نمیرسه و دوریم و اینها، به ظاهر البته، چجوری میشه که ما بتونیم مثلا پیامبر رو، قرآن رو از مهجوریت خارج بکنیم؟ مثلا اتفاق افتادنی هست یا خیر؟ بسم الله. ببینید درباره قرآن این روایت داره، محکم هم هست روایتش، که قرآن ظاهری دارد و باطنی. باطنش هم 7 بطن یا 70 بطن یا همون بی نهایت، چون 7 و 70 علامت کسرت. همین مطلب نسبت به کلمات اهل بیت عصمت و طهارت و در رأسش پیامبر عظیم شأن هم هست، که کلامی که پیامبر عظیم شأن داره، اون روز افرادی بودن یه مقدار از اون کلام رو درک می‌کردن، اما حضرت فرمود این روایت از پیامبر عظیم شأنه، این کلام من رو شما حمل میکنید اما همش رو درک نمیکنید. بعد از شماها کسانی خواهند آمد که این سخن من رو اونها میفهمن، شما حمل کردید اونا فهم میکنن. عجب، پیش بینی رو کرد. بر اساس این کلام غیبی پیامبر عظیم شأن جواب روشنه. یعنی اگر مردم امروز، مردم فردا و فرداها به کلام اهل بیت، به کلام پیامبر عظیم شأن توجه بکنن، کاملا این مطالب رو درک میکنن و فهم میکنن، حتی بهتر از قبلی ها. من فکر کنم حتی ما وظیفه‌مون سنگین‌تره، چون یه جاهای اشارت‌هایی هم به سلمان فارسی داشت. بله دیگه، که از بحث سوره توحید مطرح بود که این فهم این رو از دست زد به شونه جناب سلمان. گفت اهل اینها این مطالب رو میفهمن، این عمق و اون عظمت سوره توحید رو. پس بنابراین 1400 سال گذشته است، اما درک و فهمها بیشتر شده است و اون کلمات پیامبر عظیم شأن که اون وقت بیان کرد، خیلی این رو حفظ میکردند و نقل میکردن، امروز بهتر از اون روز اونها رو فهم میکنن. این یک نکته دوم، عمل پیامبره، رفتاری که پیامبر عظیم شأن اون روز انجام میداد، اگر امروز خوب برای مردم تبیین بشه، فهمی که از رفتار پیامبر امروز مردم خواهند داشت خیلی عمیق‌تر از اون است که راست میگین. این نکته خیلی مهمه. من مثال میزنم. بفرمایید. خب این رو شما اتفاقاً اولی جلسه اشاره فرمودید که پیامبر عظیم شأن یکی از ویژگی‌هاش این بود که هیچ کس در سلام دادن بر او سبقت نمی‌کرد. خیلی عجیب. ولی یه نقلی هم هست که اون شخص گفت من امروز یه کاری میکنم که زودتر از پیامبر سلام بدم. یه جایی پشت مثلا دیواری پنهان شد که یه دفعه بیاد و سلام بده، غافلگیر کنه. پیامبر ازش فرمود ای آقایی که پشت دیواری، سلام علیکم. الله. بله. خب این فعلیه که پیامبر اون وقت داشت. شاید اون روز اینو فهم نمی‌کردن که اصلا مبنای این کار چیه. چرا پیامبر عظیم شأن به انسان‌ها زودتر سلام میده، نمیذاره دیگران سلام بدن؟ اون روز این فعل رو خیلی زیبا میدیدن، خیلی قشنگ میدیدن. این حاکی از تواضع، حاکی از چه، اینجوری میدیدن، چون احترام بود دیگه. ولی امروز وقتی اون رو تحلیل میکنن به نکات عمیق‌تری میرسن، و اون این که پیامبر عظیم شأن انسان را کریم قائل، کرامت قائل، عزت قائل. احسن. لقد کرمنا بنی آدم، این آیه رو که در قرآن هست او داره اونو مجسم میکنه با رفتار خودش. این آیه داره تجسم پیدا میکنه در رفتار پیامبر عظیم شأن. سلام که میده نه که دیگران رو جذب کنه، این یه ابزار نیست. حالا بعضی میکنه که یه حزبی برخورد کنن
یا بچه‌ها یادتون باشه با جوانان که رسیدید تحویلشون بگیرید فلان تا بتونید جذبشون کنید. این بحث جذب نیست اینجا، بحث تکریم انسان. پیامبر عظیم الشأن داره به انسان احترام میذاره. همینطوره. انسان ها، نه مؤمن. میخواد مشرک باشه، مشرک نباشه، عرق خور باشه، یه تو انسانی و من باید آیه های قرآن رو هم تبیین کنم، هم با رفتارم رو تفسیر کنم. حالا شما امروز راجع همین سبقت گرفتن پیامبر در سلام دادن رو شاید 1 ساعت اینجا جا داشته باشید با هم گفتگو کنیم که این سلام دادن پیامبر عظیم الشأن چه مبانی‌ای داره، چه دلایلی داره، چه فلسفه‌ای داره. خب پس بنابراین امروز خیلی مردم دنیا آماده ترن برای پذیرش رفتار پیامبر و این رو با کلاس ترین رفتار تلقی کنن، زیباترین رفتار تلقی. یعنی با توجه به تجربه‌ای که بشر در طول تاریخ کسب کرده، آزمون و خطاهایی که بشر اقوام مختلف اومدن و بشر امروز اینا رو دریافته، تشنه حقیقته و وقتی اون خلوص ناب، اون حقیقت ناب که در وجود پیامبر عظیم الشأن اسلام در قرآن کریم هست به مردم شناسونده بشه اونطوری که هست، واقعا شما می‌فهمید که اونها به همین دلیل جذب خواهند شد. یعنی دیگه بحث حزب گذر زمان 1400 داره. یعنی شیفته این رفتار میشن چون تحلیل میکنن، چون تفسیر میکنن که این برخورد حاکی از بزرگواری اون شخصیت، حاکی از این که اون انسانها رو دوست داره، اون برای انسانها احترام قائل، اون برای انسانها کرامت قائل و منطبق ترین حرف و دین و اعتقاد است و متناسب ترین با فطرت ما آدم ها و هر جایی و هرچی هم زمان میگذرد بشر نیازمندتر است به این رفتار، به این مسلک، به این سیره، به این روش. دست شما در نکنه، خیلی حظ بردیم مثل همیشه. اجرتون با نبی مکرم. مخلصیم. خیلی ممنونم که برنامه خودتون رو تا پایان تماشا کردین. الهی که خدا به هممون این نعمت رو بده که خلق و خوی هممون بوی گل محمدی بگیر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. التماس دعا یا حق. خداحافظ.